صنف 97. خیلی مسئله 97 مسکوف کنید 7 8 9 3 گروه. مسئله 97 ببینید چی میگه. Некоторая сила میگه که یک قوه جسم مساش 3 کیلوگرم یعنی با مو مسا یک جسم اول معلوم است با مو یک معلوم است میگه که جسم مساش همین 3 کیلوگرم رو شیطوری A1 میبخشه با مو A1 معلوم نیست پروست A1 بسته یکی M1 بسته 3 کیلوگرم انا همین قوه میگه همین قوه که با این جسم شیطوری A1 بخشید همین قوه میگه دیگر جسم مساش 2 کیلوگرم رو یعنی M2 رو شیطوری A2 میبخشه فهمون؟ یعنی که همین قوه با کدوم جسم میتونه شیطوری A1 جمع A2 بخشه فهمون؟ یعنی اینجا میگن که شیطوری جسم مساش M1 جسم مساش M1 همین قوه شیطوری A1 بخشه جسم مساش M2 همین قوه شیطوری A2 میبخشه با کدوم جسم یعنی با کدوم جسم مساش M3 معلوم همین قوه میتونه که شیطوری A1 جمع A2 بخشه یعنی شیطوری سیم جسم اون چیه؟ A1 جمع A2 فهمون؟ در همین هر سه همین حالت ما از یک فرمای چی استفاده میبریم؟ از فرمای قانون دومی نیوتن F برابر ma فهمون؟ یعنی همین فرمول رو سه مرتبه استفاده بوده ما باید M3 رو ببینیم هم کلاس؟ بله اکی یکتون بود میگه که یک قوه در هر سه همین حالت ما یک قوه داریم فهمون؟ میگه انا این قوه بیا اون رو با F اشاره میکنیم انا این قوه F میگه با جسم مساش M1 شیطوری A1 میبخشن پس ما چی نوشته میتونیم؟ ما میتونیم نوشتیم که اگر A را بیاریم چی میشود؟ A برابر است با F تقسیم M خیر اگه بینیم اگر سه مرتبه می‌نویسیم شیطوری A1 میبخشه جسم قوه F با مسای M1 هم کلاس همین قوه شیطوری A2 میبخشه با جسمی انا همین قوه با جسم مساش M2 فهمون؟ انا همین قوه با جسم سه چی شیطور میبخشه؟ A1 جمع A2 میبخشه همین قوه فهمون؟ تقسیم M3 با جسم سه فهمون؟ همین سیستم رو حل کرده چی را باید بیاوریم؟ M3 فهمون؟ انا ببینیم M1 و M2 3 کیلوگرم و 2 کیلوگرم است با معلوم است اما A1 و A2 معلوم نیست برای همین ما باید A1 و A2 را از مدل از همین سیستم مدل ها گزارش کنیم یعنی A1 و A2 باید گم شوند و M3 را پیدا کنیم A1 دیدیم با چه برابره؟ A2 را هم دیدیم با چه برابره؟ در همین مدل 3 ما از مدل 1 و 2 A1 و A2 را آورده میگذاریم یعنی از همین سیستم حاصل میکنیم همین سیستم ما حاصل میکنیم بینید در جای A1 ما میگذارم F تقسیم M1 F1 تقسیم M1 میشه و F1 نه برای که در هر سه حالت بله انا بینید A1 ما F تقسیم M1 گره بینید A1 جمعی A2 ما چه؟ F تقسیم M2 برابری این A3 مونه F تقسیم M3 اگه بینید در همینجا F در هر سه اعضای آن همین مدل ما هست وقتی در مدل شما یا در این برابریتون یک بزرگی در همه اعضاها هست ما میتونیم باید اختصار کنیم یا که میگیم که همین مدل را با F تقسیم میکنیم یعنی با F تقسیم میکنیم همین F ها اختصار میشن فهمون؟ اینجا چند تا F هست؟ یک تا F یک تا F یک تا F یعنی وقتی یا اختصار میشن در جای همین چه میمونه؟ یک اختصار کشیدن نه میمونه یک تقسیم M1 جمع یک تقسیم M2 برابر یک تقسیم M3 اگه بینید ما سه تا مخرج داریم M1 M2 M3 بعد خیلی یاد بگیریم شما را که از مخرجا باید ما خلاص شدیم برای از مخرجا خلاص میشدید چیکار میکردیم اگر ما اونجا M1 خالی می داشتیم ما همین سیستم همین مدل را
همه اعضای مولر با M1 ضرب میزنیم. یک بازی هم M1 داریم، هم M2 هم M3. همه اعضای مولر با M1 M2 M3 ضرب میزنیم. فهمون؟ ببینید. ایرا ضرب میزنیم جمعی، ایرا ضرب میزنیم برابری، ایرا هم ضرب میزنیم. همش با چی ضرب میزنیم؟ با M1 M2 M3. برای که همین مخرجای مشکل خلاصیم. ها کلاس؟ ایرا ضرب میزنیم با M1 M2 M3 چی حاصل میکنیم؟ M1 M2 M3 تقسیم 1 تقسیم M1. میدونم همین از M1 M2 M3 ضرب 1 تقسیم M1 چی با چی اختصار میشه؟ M1 با M1. چی میمونم؟ M2 M3 تقسیم. بله تقسیم اینه تقسیم ایرا ضرب 1 M2 M3 ضرب 1 میمونه. یعنی M2 M3 خودش. یعنی همین از ضرب میزنیم M1 و M1 اختصار میشن میمونه M2 M3. دیدین؟ همین کسر گم شد. جمعی ایجاد چی میمونه؟ M1 M3. بله M1 M3. ایجاد چی میمونه؟ M1 M2. دیدین که گم شد همین نمی مدل امی باید خیمون آسان‌تر شد خیلی آسان‌تر شد اما در این جهت مفهوم ما در یک جا بود امیسه ما امیر باید بیاوریم فهمون در این جهت در چند جا شد در دو جا کشید برای گفتن همون چیکار می‌کنیم از خلط می‌کنیم آفرین از خلط می‌کنیم چه میشه M3 ضرب 1 خلط شده M2 جمع M1 یا که M1 جمع M2 برابر M1 M2 ان اگه این سر اگر بیاوریم M3 M1 M2 تقسیم M1 جمع M2 خیلی مثلا در می‌ذاریم M1 ما 3 های در کتاب M2 ما 2 3 ضرب 2 6 تقسیم 3 جمع 2 5 6 تقسیم 5 میشه که یک از در 2 بره یک از در 2 ما مسئله گفتیم کیلوگرم باز اگر در جای M1 و M2 واحدها رو می‌گذاشتیم باز همون کیلوگرم میشه یعنی جوابی 1 از در 2 کیلوگرم از اینجا مخلوصا اومدن ممکنه که این M1 M2 3 کیلوگرم و 2 کیلوگرم یک از در 2 کیلوگرم M1 M2 خورده برای چی خورده برای که در این شتاب زیادتر میبخشه همین قوه فهمون یعنی برای اون که جسم در قوه شتاب زیادتر ببخشه این جسم باید مساش چی باشه کمتر باشه فهمون یعنی هر قدر که مسا کمتر باشه همون قوه و جسم شتابی مسا کمتر باشه بیشتر مالدیس انا این مسئله 97 از خوب نه 7 8